بعد از پخش 3 قسمت اول سریال وینس گیلیگان، همون چیزی که خیلی ها منتظرش بودن چون قبلا خالق اثرهای خیلی مهمی مثل بریکینگ بد بوده، تمام مخاطبای خودشو غافلگیر کرد. انگار وینس گیلیگان بعد از 12 سال که از دنیای بریکینگ بد میگذره متوجه شده که دوره‌ای که مردم به دنبال آنتی هیروهای کلاسیک بودن یا دنبال یه آدم معمولی که تو چالش‌های زندگیش سقوط میکنه و تغییر موقعیت میده یا جنایتکار و خلافکارای کاریزماتیکی که دنبال اینن که کارشون رو توسعه بدن تموم شده. با نگاهی به آمارهای سریال‌های چند سال اخیر متوجه میشیم که مخاطب بیشتر به دنبال موضوعاتیه که ذهنش رو درگیر کنه و تمام این دنیاها رو زیر سوال ببره. موضوعات آخرالزمانی، جهانهای موازی، روانشناختی، فلسفی. مخاطب دنبال اینه که پی مفاهیم عمیق‌تری بره و این تغییر در چند سال اخیر بخشی از ذائقه جهانی مخاطب شده. درسته که تا به حال ما گیلیگن رو توی این فضا ندیدیم، ولی حالا بعد سالها برگشته تا ثابت کنه که اگه بخوام ورود کنم توی این میدون هم پرقدرت‌تر از خیلی‌ها میتونم وارد بشم. من پدر آنتی هیروهای مدرنم. حالا فکر میکنید توی دنیای آخرالزمانی و سورئال هم نمیتونم دوباره بازی رو از اول تعریف کنم؟ کاراکترهای واقعی، داستان شخصیت محور، تاریکی انسان، طنز سیاه، جهان معماگونه، یک ریتم آهسته، درام عمیق تخیلی و فلسفی با قاب و میزانسن‌هایی که امضای خودشه. اصلا کسی که عاشق توایلایت زونه و شروع نویسندگیش با ایکس فایلز بوده، انگار حالا داره برمیگرده به ریشه های اصلی خودش، اما با پختگی امروز.